سلام دوستان، اومدیم امروز به آموزش اسطوره‌گاری توی شرایط مسابقه‌ای. با ما همراه باشید تا با هم دیگه اسطوره‌گاری یاد بگیریم. اگه از این کورس خوشتون اومد ما رو لایک و به دوستانتون سابسکرایب کنید. خب دوستان، ما توی کلیپ قبلی بهتون اسطوره‌گاری رو به روش کلاسیک آموزش دادیم. این ویدیو قراره شرایط مسابقه برامون یادآوری بشه. اولین قدمی که میخوایم توی این کلیپ بهتون آموزش بدیم آموزش اسطوره‌گاری در حرکته. زمانی که میخوایم اسطوره‌گاری رو اجرا کنیم باید گارد رو بگیریم. بعد از گرفتن گارد پا رو به رو، بدن رو به جلو قرار میگیره. این رو به جلو بودن بدن باعث میشه که حریف بخوره و بدن نشه. هر زمانی که بدن ما عقب‌تر از بدن حریف بود ما بدل میشیم و نمیتونیم فن اسطوره‌گاری رو به اجرا در بیاریم. مورد بعدی گرفتن دستا و گارد. توی ویدیو قبلم گفتیم ما یقه یا پشت گردن به صورت کلاسیک که البته گرفتن یقه به روش کلاسیکه و گرفتن پشت گردن به حالت مسابقه و آستین هم زیر آرنج میگیریم. همه اینا توی ویدیو قبلی اجرا شده. توی زمان اسطوره‌گاری که دست پشت گردنه، دست ما این حالت رو باید اجرا کنه. دقیقاً دست و پای ما به صورت هماهنگ این حالت. الان طبق چیزایی که ما گفتیم بهتون میخوایم اسطوره‌گاری رو به حالت مسابقه اجرا کنیم. الان میخوایم اسطوره‌گاری رو توی زاویه‌های مختلف یا چرخش بهتون آموزش بدیم. خب دوستان، تا الان بهتون اسطوره‌گاری توی حرکت، نکته‌های اسطوره‌گاری مسابقه‌ای و اسطوره‌گاری در چرخش رو بهتون آموزش دادیم. حالا میخوایم اسطوره‌گاری رو با فن‌های دیگه ترکیب کنیم و توی مسابقه بتونیم ازشون استفاده کنیم. الان میخوایم اسطوره‌گاری رو با کوچیگاری ترکیب کنیم. الان بریم ترکیب اسطوره‌گاری با اوچیگاری. خب دوستان، این هم از آموزش امروز ما. اگر از ویدیو ما خوشتون اومد لایک و ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم انتقادی، پیشنهادی، چیزی داشتید یا نقصی توی آموزش‌های ما بود برای ما کامنت کنید. حتما توی آموزش‌های بعدی اون رو رعایت می‌کنید.